این هستم با خیمه مقبولم. کسی خیمه رو دیدن نمیتونه، ولی خیمه همیشه همراهم است و هر جا میرم کدمه هست. استادم میخواست منو در بغل خود بگیره، اما من به او اجازه ندادم و دروازه خیمه ما برش بستم. او حیران ماند، از من پرسید این خیمه چیست؟ این خیمه من مثل یک مرز است بین ما و دیگران. من خودم تصمیم میگیرم که چه کسی میتونه از این مرز دیر شود، چه کسی نمیتونه. اگر کسی یا چیزی باعث خفگی و ناراحتی من شود، من دروازه خیمه ما بسته میکنم، حتی اگر او شخص بشناسم. اگر نتانم از دیگران کمک میگیرم. پدر و مادر و پدر کلان و مادر کلانم اجازه دارن همراه من همیشه وارد خیمه شن، اما همیشه نه. شاید من بخوایم یگان وقت تنها باشم. بعد از گپ زدن همراه استاد ما، سارا که دوستم بود طرف ما آمد و از ما در مورد خیمم سوال کرد. من به سارا گفتم که داخل خیمم رازهایی دارم، اما رازهای خوب و بد با هم فرق میکنن. من همراه دوستایم یک صندوقچه گنج داریم که چیزهای خاص خودت در داخل صندوقچه میمونیم، اما فقط من و اونا میفهمیم که این صندوقچه را در کجا ماندیم. یادتان باشه رازهای خوب احساسات خوب و زیبا رو میاره، اما به بسیار سادگی. دوستم سارا میگه که خانومی که در خانهشان از اون مواظبت میکنه همیشه او را قلقلک میته و به او دست میزنه، اما سارا به او گفته که کارا را خوش نداره، دوست نداره قلقلکش بته و به او نزدیک شوه، اما او گوش نمیکنه و او را ترسانده که به پدر و مادرت میگم چه دختر بدی هستی. دو بعد سارا میفهمه که رازهای بد بسیار سخت است و با خود احساسات خوبه نمیاره. رازهای بد احساسات بد میاره و یک قسم عجب غریب هستن و ما میتونیم این حس به دیگران بگوییم. به خاطر همین پیش استاد ما رفتیم تا ازش کمک بگیریم. وقتی با استاد خود گپ زدیم احساس راحتی کردیم و استاد ما گفت که او خانوم اجازه نداره به سارا دست بزنه. حالا سارا با ما میگه درست است، حالا میخوایم به تو یک راز دیگر بگویم. من گفتم اوه. سارا گفت اما یه دفعه یک راز خوب.